در ولایت سوغد شمال تاجیکستان علاکه 2 ماه قبل از آغاز موسم دعوت ترماهی ابلغه خدمت حربی سر شده است. به شرکت های فروش چیپته هواپیمایی امر شده است که به جوانان لایق خدمت حربی چیپته هواپیما برای سفر به خارج فروخته نشود. طور سامانه فرغانه خبر داده است در چیپته فروشی های ناحیه اسفره اعلام های نصب شده است که بر اساس آنها جوانان تا 28 ساله بدون ارائه بلیت حربی و حجت تصدیق کننده آزاد بودن از ادای خدمت حربی حق خرید چیپته و سفر به خارج از تاجیکستان را نخواهند داشت. این اقدام موجب ایجاد محدودیت برای سفر کاری جوانان به خارج و به ویژه روسیه شده است. بر اساس قوانین تاجیکستان باید جوانان از 18 تا 28 ساله به خدمت حربی روند که تعداد آنان در این کشور بیش از 600,000 نفر می باشد. اما تعداد زیاد از این اشخاص رفتن به روسیه برای کار را نسبت به خدمت در نیروهای مسلح تاجیکستان افضل می دانند. از این رو برای اجرای برنامه جلب جوانان به خدمت حربی کارمندان کمیسریت حربی و دیگر نهادهای انتظامی همه ساله به بازداشت و جلب اجباری جوانان در کوچه و خیابانها اقدام می کنند که موجب فرار بیشتر این گروه از کشور می شود. کارشناسان وجود بدرفتاری، خشونت، نبود شرایط مناسب معیشتی و اخلاقی در نیروهای مسلح تاجیکستان را عامل اساسی فرار جوانان از خدمت حربی در تاجیکستان عنوان می کنند. وجود خشونت، بدرفتاری، شکنجه، قتل و کشتارهای بیرحمانه و نبودن غذای سالم جوانای ما را مجبور میکند که از خدمت حربی سرکشی کنند. رفتن در کشور روسیه و مشقت و رنج اون کشورها را بالاتر میدانند از خدمت حربی و ما و شما صدها مثال میتونیم پیدا کنیم که جوانای ما با دست و پای سالم رفتن به خدمت حربی، از او سو با دست و پای شکسته یا هر سلامتی را با هر شکلی از دست دادند که برقرار کردن او را نتوانستند، یا اینکه زیر شکنجه و فشارهای زیاد دست به خودکشی زدند یا با هر دلیل کشتند او را، که این گونه مثال ها هم داریم که چندین افسرها را کشتند. اینها سبب می شود که جوانای ما نمی روند به خدمت حربی و بسیار خوب می شد اگر این حکومتداران ما کمی عقلی اگر داشته باشند عقلشان کار می فرماندند که همون پیشنهادی که چند سال پیشتر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان کرده بود که یک مبلغ معین شود تا هر کسی که نمی خواهد به خدمت حربی برود اون مبلغ، حالا که اون مبلغ بدون این هم میگیرند با طریق پاره، ولی همون مبلغ به یک شکل رسمی به بودجه دولت وارد کنند و از اون مبلغی بگیم خوراک و پوشاک عسکرا تامین شود و یک معاش برای اونها معین شود که مردم خود بگیم با شوق به سوی خدمت میآیند. چند سال پیش وزارت دفاع تاجیکستان طرح خدمت الترناتیوی را تهیه و برای بررسی پیشنهاد کرده بودند. بر اساس طرح یاد شده باید جلب جوانانی که شرایط خدمت حربی را دارند بر اساس قرارداد دو جانبه صورت میگیرد و اشخاصی که نمیخواهند یا نمیتوانند به خدمت حربی سفر برشوند با پرداخت مبلغ حجت آزاد بودن از خدمت حربی را دریافت میکنند. اما این طرح تا به حال به اجرا نرسیده است.